خب در این پارت به ادامه مفاهیم و اصطلاحات کاربردی میپردازیم و از مارجین آغاز میکنیم. مارجین به طور کلی به مبلغی که به صورت وثیقه نزد بروکر یا کارگزار و صرافی از طرف کلاینت یا کاربر قرار میگیره تا به وسیله اون مبلغ یا وثیقه بتونه ریسک معاملات خودش رو پوشش بده، مارجین گفته میشه. به زبان ساده تر اگر بخوام براتون توضیح بدم باید بگم میزان مبلغی که شما یک حساب معاملاتی رو شارژ میکنید و اینکه چطور و با چه روشی این مکانیزم اجرا میشه، یعنی شما چطور میتونید اون پول رو وارد حساب کنید، قطعا بهش خواهیم پرداخت. الان ذهنتون رو درگیر این نکنید. فعلا صرفا داریم در مورد اصطلاحات صحبت میکنیم. ما در این دوره آموزشی قرارمون اینه که 0 تا 100 اون چه که یک نفر نیاز داره برای رسیدن به سطحی که بتونه به راحتی در مارکت اعمال پوزیشن کنه، ترید کنه رو ارائه کنیم. پس اصلا نگران این نباشید که چطور افتتاح حساب کنید، چطور حسابتون رو شارژ کنید. تمام تک تک این مباحث رو توضیح خواهم داد. در مبحث مارجین به زبان ساده اگر بخوام بهش بپردازم اینطور باید بگم که اون مبلغی که شما حسابتون رو شارژ میکنید تا در روند معاملاتتون در صورت متضرر شدن بروکر از اون منبع ضررتون رو تأمین کنه مارجین گفته میشه و مسلما هر چقدر سود کنید به اون مارجین افزوده میشه و به نوعی دارایی شما در مارکت و در اون حساب معاملاتی رو با عنوان مارجین خواهید داشت. اگر خاطرتون باشه در توضیح کار بروکرها که اون رو تمثیل کردیم به یک صرافی، به این پرداختیم که وقتی شما وارد یک صرافی میشید و قصد دارید به عنوان مثال دلار امریکا رو بفروشید، اون صرافی ممکنه با مبلغ 60,000 تومان برای هر دلارتون رو ازتون بخره. اما همون دلار رو اگر بخواید از صرافی بخرید و بخواد به شما بفروشه ممکنه 61,500 تومان به شما واگذار کنه. این 1500 تومان ما با تفاوت بین قیمت خرید و فروش رو به عنوان اسپرد میشناختیم. در فارکس هم به صورت گسترده و وسیع‌تر این اتفاق توسط صرافی‌ها و بروکرها میفته. به این شکل که شما اگر بخواید یک کارنسی رو با یک کارنسی دیگه مبادله کنید، یک اسپرد، یک محدوده ارزی دارید، یک محدوده‌ای که اون اسپرد رو لحاظ میکنه و به طور مثال در مثالی که زدم اگر بخواید خرید انجام بدید با 61,500 تومان میخرید و اگر بخواید بفروشید با قیمت 60,000 تومان میفروشید. این فاصله رو در بروکرها با 2 خط آسک و بید میتونید ببینید. یعنی بر روی نمودارها 2 خط افقی نشون دهنده فاصله قیمت آسک و بیده، قیمت خرید و فروش. خیلی اصطلاح پیچیده‌ای نیست. به طور کلی قیمت خرید و فروش رو میتونید به صورت آسک و بید ببینید. قیمت خریدتون رو با خط بید مشخص میکنه بروکر برای شما و قیمت فروشتون رو با خط آسک. در آینده که بریم بر روی چارت من به این موضوع خواهم پرداخت و اونجا بهتون نشون میدم، گرچه ارائه این مفهوم خیلی پیچیده نیست و چندان نیاز به توضیح نداره، اما اگر بخوایم توضیح بدیم اینطور میشه گفت که در واقع قیمت پیشنهادی که شما در بحث فروش مطرح میشه، یک جفت ارز در اون قیمت گذاری میشه و
پیشنهاد میشه که در اون قیمت فروخته بشه قیمت بید محسوب میشه و همینطور قیمت پیشنهادی برای خرید یک جفت ارز هم قیمت آسک محسوب میشه. دقیقاً مثل صرافی ها که اگر دیده باشید روی تابلوهاشون قیمت پیشنهادی فروششون رو زدن، یعنی شما اگر بخواید ازشون بخرید با قیمت بید میخرید و اگر بخواید بهشون بفروشید با قیمت آسک بهشون میفروشید. دقیقاً شرایطی که در صرافی ها هم مشابهش رو خواهید دید. یکی دیگه از ویژگی های مارکت فارکس دو طرفه بودن این مارکته و همینطور که در توضیح مقابلتون می‌بینید بازاری که در اون فقط با خرید یک دارایی و فروش اون به قیمت بالاتر میشه سود کرد. سود در بازار یک طرفه از تفاوت قیمت خرید و فروش به دست میاد. به بیان ساده‌تر باید دارایی رو زمانی که ارزان است بخریم و زمانی که گرون میشه بفروشیم. اتفاقی که در اکثر بازارها میفته، در بازار سکه، طلا، ارز و هر بازار متداولی شما نیازه که یه چیزی رو بخرید و بفروشید. یعنی ابتدا باید بخرید و بعد بفروشید تا این روند معامله برای شما کامل بشه. اگر یه محصولی رو فقط بخرید خب مسلما سودی به دست نمیارید. باید یه بازه زمانی در یه موقعی اون رو بفروشید تا اون روند معاملتون کامل بشه. یک معامله با دو سناریوی مختلف، یک سناریوی خرید و یک سناریوی فروش و یک فرمت کامل که از دو بخش تشکیل میشه. در بازارهای دو طرفه اینطور نیست. تصور کنید در میدانی بزرگ ایستاده اید که پر از آدم‌هایی است که دائما در حال چانه زنی و معامله هستند. هر کس در این میدان نظر و پیشبینی خود را درباره ارزش پول‌ها فریاد می‌زند. این میدان فارکس است. بازاری دو طرفه که در آن هیچ کس برنده مطلق نیست و همه چیز به پیشبینی‌های درست و غلط بستگی دارد. در بازار دو طرفه در فارکس شما می‌توانید از دو طریق سود کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در فارکس صرفاً لازم نیست یه چیزی رو بخرید تا بتونید اون رو بفروشید. یک جفت ارز رو حتما نیاز نیست که خرید کنید تا بتونید در زمانی که میفروشید یا از معامله خریدتون خارج میشید سود به دست بیارید. در بازارهای دو طرفه شما از فروش هم میتونید سود کنید. یعنی این مارکت به تعبیری به پیشبینی شما و به تحلیل شما جایزه میده و شما از تحلیل و پیشبینیتون میتونید درآمد کسب کنید، حتی اگر پیشبینی کنید قیمت افت میکنه. بیاید یه مثال بزنیم. فرض کنید شما قراره در فارکس یک نفت رو به عنوان مثال معامله کنید و شما پیشبینیتون اینه که امروز مثلا قیمت دلار بشکه‌ای نفت بشکه‌ای $85 فرض میکنیم و شما پیش بینیتون اینه که فردا قیمت هر بشکه نفت به $83 کاهش پیدا میکنه. پیش بینی میکنید که فردا قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. بروکر برای اینکه یک شرایطی رو ترتیب بده تا شما بتونید از این پیش بینی سود کنید، به نوعی یه مکانیزمی رو ترتیب داده. به چه صورت؟ به این صورت که فرض کنید شما به بروکر میگید من پیش بینیم اینه که فردا نفت ارزان میشه، $2 در هر بشکه ارزون میشه. بروکر میگه اوکی، من 10 بشکه نفت به تو امانت میدم. شما این 10 بشکه نفت رو از بروکر دریافت میکنید، همون لحظه با قیمت $85 میفروشید و فردا که قیمت نفت به $83 کاهش پیدا کرد 10 بشکه نفت خرید میکنید به قیمت $83 و به بروکر اون امانتی رو که بهتون قرض داده 10 بشکه نفت رو تحویل میدید. و مهم نیست که شما با چه قیمتی اون رو معامله کردید و شما برای هر بشکه $2 سود به دست آوردید و به نوعی انگار $20 سود کردید از این روند. تمام این مکانیزمی که گفتم یا چیزی شبیه به این در فارکس در لحظه و با اون الگوریتمی که ایجاد شده و ویژه این روند معاملات اتفاق میفته. در چند صدم ثانیه تمام این اتفاقات میفته. یعنی شما یک کلیک میکنید و چیزی رو که ندارید میفروشید و به نوعی این بروکره که و
به همراه قراردادهایی که با مارکت میکرها داره، اون بخش مکانیزم جریان رو برای شما راه اندازی میکنه و بابت همین خدماتی که ارائه میده از شما اسپرد و کارمزد دریافت میکنه. پس ما در فارکس میتونیم چیزی که نداریم رو بفروشیم، صرفاً با اینکه تحلیل کردیم که ممکنه ارزان تر بشه. اما اگر این اتفاق نیفته و تحلیل ما غلط از آب در بیاد، مسلماً ضرر میکنیم، چون مجبوریم در پایان روند معاملاتمون و با خارج شدن از معامله اون امانتی رو که به عنوان مثال 10 بشکه دریافت کردیم پس بدیم. پس بنابراین اون ما با تفاوتی که ضرر کردیم از مارجین ما کسر خواهد شد. موضوع بعدی اینه که ما چطور میتونیم با افزایش قیمت صعود کنیم. فرض کنید شما پیش بینی میکنید که ارزش دلار آمریکا در برابر ریال ایران افزایش خواهد پیدا کرد. در این صورت $1000 با قیمت 55 میلیون تومان، 55 تومان برای هر دلار، 55,000 تومان میخرید. پس از مدتی قیمت دلار به 80 تومان یعنی 80,000 تومان میرسه و برای هر دلار شما اصطلاحاً ما با تفاوت 55,000 تومان تا 80,000 تومان یه چیزی هولوش 25,000 تومان سود میکنید. شما $1000 خود رو با قیمت 80 میلیون تومان یعنی 80,000 تومان برای هر دلار فروختید، یعنی در این معامله 25 میلیون تومان سود به دست آوردید. این روندیه که در مارکت فارکس اتفاق میفته. با کاهش قیمت هم دقیقاً طبق مثالی که براتون زدم بر روی نفت چنین شرایطی اتفاق میفته. فرض کنید شما پیش بینی میکنید که ارزش یورو در برابر ریال کاهش پیدا میکنه. در این صورت 1000 یورو رو با قیمت 60 میلیون تومان قرض میگیرید از بروکر، اون رو میفروشید و پس از مدتی قیمت یورو به 50 تومان برای هر یورو کاهش پیدا میکنه. شما 1000 یورو با قیمت 60 میلیون تومان میخرید و به صاحبش پس میدید که همون بروکره. البته که این مکانیزم به این شکل انجام نمیشه. این یک تمثیله برای اینکه شما روش کار و الگوریتم های کار رو بشناسید. در مورد ساختار بازار دو طرفه در فارکس توضیح داده این متن که قرارداد ما با تفاوت یا CFD نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است که به کمک آن میتوان از تغییرات قیمت یک دارایی کسب سود کرد. به زبان ساده شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود و صرفاً بر اساس پیشبینی خود از آینده قیمت موقعیت معاملاتی خرید یا فروش اخذ می‌کنید. در واقع این یک ابزار معاملاتی است که امکان نوسانگیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی رو برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنه. بیایید برگردیم به بخش اول، به پارت اول توضیحات. زمانی که در مورد تاریخچه صحبت می‌کردم به برگه‌های استاندارد طلا فکر کنید. اینکه این برگه‌ها زمانی که به هر شخص تحویل داده می‌شد صرفاً اون شخص به طلا دسترسی نداشت و به صورت فیزیکی طلایی دریافت نمی‌کرد، اما برگه‌ها ارزشمند بودند به این دلیل که برگه‌های استاندارد طلا بودند و با پشتوانه طلا چاپ می‌شدند. تقریباً چنین اتفاقی در قراردادهای CFD در مارکت‌هایی که تحت CFD کار می‌کنن هم میفته. مارکت‌های تحت CFD مارکت‌هایی هستند که شما اگر نفت می‌خرید، ذرت، طلا، قهوه، پلاتینیوم، نقره و هر کامودیتی یا کارنسی رو معامله می‌کنید، صرفاً به طور فیزیکی به اون دسترسی ندارید. یعنی کسی که به عنوان مثال نفت معامله میکنه صرفاً نمیتونه بره نفت خودش رو تحویل بگیره و تنها از نوسان قیمت به صورت CFD کسب سود میکنه. معاملات لانگ و شورت در بازار دو طرفه در فارکس چه هستند؟ معامله‌گران در بازار دو طرفه در فارکس میتوانند بر اساس پیشبینی خود مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت آتی جفت ارزها معاملات لانگ یا خرید و معاملات شورت یا فروش انجام بدن. خیلی مفهوم پیچیده‌ای نیست. شما میتونید معادل خرید رو لانگ در نظر بگیرید، معادل فروش رو شورت در نظر بگیرید. چرا شورت؟ چون وقتی شما پیش بینی میکنید که قیمت قرار کاهش پیدا کنه، با پوزیشن شورت همراه میشید یا به نوعی اون کالا رو میفروشید، اون کارنسی رو میفروشید و اگر پیش بینی شما و تحلیل شما از بالا رفتن قیمت نشأت بگیره،
اون معامله رو اصطلاحاً میگن لانگ کردم، لانگ کردید یا خرید کردید، به طوری که اگر انتظار افزایش قیمت ارز رو داشته باشید پوزیشن لانگ میگیرید و در صورت پیش بینی کاهش قیمت پوزیشن شورت خواهید گرفت. مفهوم مهم بعدی که خیلی مهمه بهش دقت کنید مفهوم پیپ در فارکس. پیپ کوچکترین واحد ارزش گذاری نرخ ارز در فارکس محسوب میشه که در ارزها و جفت ارزهای مختلف متفاوته. مثلا فرض بگیرید قیمت یورو دلار از قیمت 1.0847 به قیمت 1.0836 تغییر پیدا کرده. ما شاهد 11 پیپ کاهش قیمت بودیم. یعنی طبق تصویر مقابل همونطور که میبینید هر اعداد، یعنی بعد از اعشار ما یک سری عدد میبینیم که نسبت به ارزش گذاری کارنسی های مختلف متفاوته و به عنوان مثال رو همین یورو دلار اگر بخوام براتون مثال بزنم با همین نرخی که الان 0.847 در مثال آورده، این به این معناست که شما ارزش 1 یورو در برابر دلار برابر با 1.0847. یعنی شما باید 1.0847 دلار بدید تا 1 یورو دریافت کنید و ارزش یورو بیشتر از 1 دلاره. چقدر بیشتر از 1 دلاره؟ 0.847 عددیه که بعد از اعشار قرار داره. یعنی 1.0847 یورو پرداخت میکنید و 1 دلار دریافت میکنید و مقیاس این تحرکات قیمت، مقیاس نوسانات قیمت در فارکس به صورت پیپ گفته میشه یا خونده میشه اصطلاحاً. و اگر بخوایم بگیم چقدر قیمت از 0.0847 تا 1.0836 تغییر کرده، نوسان پیدا کرده، میتونیم بگیم 11 پیپ قیمت کاهش پیدا کرده. یعنی از سمت چپ، از سمت راست، اعداد اعشار از سمت راست به ترتیب کسر میشن و نتیجه به دست میاد و همینطور که میبینید حد فاصل این دو عدد عدد 11 به دست میاد. یعنی اگر این دوتا رو از هم کم کنیم 11 به دست میاد و این 11 میشه 11 پیپ نوسان قیمت به سمت پایین. و اگر برعکس باشه، یعنی ما 1.0847 بخریم و 1.0857 بفروشیم، 10 پیپ سود به دست آوردیم. بزرگترین عامل شکست معامله‌گران و آموزش‌های منسوخ شده و غیر آکادمیک در فارکس. ببینید دوستان من لازمه که در همین پارت های ابتدایی در مورد یک موضوع مهم با شما صحبت کنم. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست، بزرگترین مارکت مالی دنیاست. وقتی قراره که من خودم رو مثال میزنم، وقتی قرار باشه قصد داشته باشم در یک سوپرمارکت کوچیک حتی کار کنم، قطعا نیاز دارم تا مدتی رو به عنوان شاگرد یا کارآموز در اون مجموعه در حتی یک سوپرمارکت کار کنم تا قیمت ها رو بشناسم، شرایط رو بشناسم و یا کار رو. حالا اگر اون کار نیاز به تخصص داشته باشه، مثل یک فروشگاه پوشاک، مثل یک فروشگاه چرم، مثل یک نجاری یا هر شغل دیگه، مسلماً اون رسته آموزشی، اون مدت آموزش، اون رسته‌ای که باید توش آموزش ببینم متفاوت میشه و نیازه که آموزش تخصصی بیشتری ببینم. حالا شما در نظر بگیرید که ما قراره در بزرگترین بازار مالی دنیا کار کنیم و در فرایند تخصصی مثل فارکس و معاملات در بازارهای مالی قراره در مقابل بانک‌ها و مؤسسات مالی که بخش بزرگی از سرمایه‌شون رو به واسطه سرمایه‌ای که ما وارد سیستم می‌کنیم به دست میارن. به زبان ساده‌تر، در فارکس وقتی یک نفر سود میکنه، قطعاً در مقابلش یک نفر یه جای دیگه تو دنیا ضرر کرده
و پول اون کسی که ضرر کرده به حساب کسی که سود کرده واریز میشه. پس بنابراین برای اینکه ما بتونیم در این مارکت سود کنیم و به درآمد برسیم به تخصص و آموزش نیاز داریم. در طول این سالها، به ویژه در سالهای اخیر، در 5-6 سال اخیر، متاسفانه یا خوشبختانه هر کسی در این حوزه وارد شده به دلیل اینکه تخصص کافی نداشته و نتونسته در روند کار در بازار مالی سود به دست بیاره و بعد از مدتی به هر حال به خاطر عدم مطالعه دقیق و درست یا به خاطر نداشتن دانش و تخصص کافی و یا از سر طمع به این نتیجه رسیده که نمیتونه برآیند سوددهی ایجاد کنه و بعد تصمیم گرفته اون چه تاکنون آموزش دیده رو آموزش بده و بابتش پول دریافت کنه. این فرایند بسیار بسیار در ایران متداول شده که هر کسی به خودش اجازه میده با هر سطحی از دانش و تخصص به آموزش بپردازه، در حالی که قطعاً آموزش و ارائه محتوای تخصصی خودش به تنهایی نیاز به تخصص داره. شما ممکنه ریاضیات خونده باشید و در ریاضیات مسلط باشید، اما این دلیل نمیشه که بتونید معلم ریاضی موفقی باشید. این دوتا بحث مجزاست. شما ممکنه ورزشکار باشید، یک کشتیگیر موفق باشید، اما یا میتونید معلم ورزش موفقی باشید؟ قطعاً برای اینکه معلم ورزش موفقی باشید نیاز دارید که دوره‌های ویژه تدریس و ارائه رو بگذرونید. برای اینکه بتونید دانشتون رو به درستی منتقل کنید، دیدگاهتون رو به درستی منتقل کنید. تازه این در حالیه که شما کشتیگیر موفقی باشید، نه اینکه چون نتونستید کشتیگیر موفقی بشید صرفاً برای اینکه یک سری فنون رو در کشتی آموزش دیدید بیایید و تصمیم بگیرید آموزش بدید. مجموعه رایکا دوره مقدماتی و کلاسیک رو به صورت رایگان بر روی سایت و پلتفرم‌های خاص منتشر میکنه و بعد از اون مجموعه به برگزاری یک دوره تخصصی و بعد از اون یک دوره پیشرفته خواهد پرداخت که تمام هر آنچه که از یک تخصص برای یک فرد نیازه تا به سطحی از دانش برسه تا بتونه در این روند به موفقیت برسه ارائه خواهد کرد. این رو میخواستم خدمتتون بگم که ما برای موفقیت نیاز به دانش و تخصص اصولی و درست داریم و با سرچ کردن در فضای مجازی و به دست آوردن تکه تکه های دانش از سورس های مختلف و منابع های مختلف نمیتونید تریدر موفقی بشید. شما نیاز دارید که یک سبک رو از یک فرد متخصص در اون سبک با که دارای تخصص ارائه و تدریس هست بیاموزید و به صورت کامل بیاموزید و صرفا نمیتونید با یاد گرفتن چند تکنیک ساده از اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب تریدر موفقی بشید. 95% تمام محتوایی که در فضای مجازی منتشر میشه معمولاً تاریخ گذشته است و منقضی شده است و اتفاقاً به صورت سازماندهی شده ای از طرف بروکرها و بانکها داره ارائه میشه برخی از ابزارها و روشها تا بتونن متوجه و پیشبینی درستی از رفتارسنجی معامله‌گران خرد و تازه کار رو به دست بیارن. وقتی شما صرفاً بخواید به وسیله یک سری متد تاریخ گذشته که 20 سال قبل، 30 سال قبل، 50 سال قبل ایجاد شده در مارکتی پویا مثل فارکس که هر روز و هر هفته داره الگوریتم ها به روز میشه و روش های معاملاتی بانک ها و پرووایدرها تغییر میکنه، بخواید با یک متد و روشی که برای 20 سال پیش متعلق به 30 سال قبل بخواید سود کنید، مسلماً مارکت میکر رفتار شما رو میتونه پیش بینی کنه و طبق پیش بینی از رفتار شما میتونه پول شما رو ازتون بگیره، به دست بیاره.
در مورد این موضوع خیلی باید صحبت کنیم و در خلال این دوره در موردش صحبت خواهم کرد که نیازه که به سمت چه روشی بریم. اما فعلا این رو باید بدونید که خودتون رو از همین ابتدا برای یک دوره تخصصی کامل آماده کنید. ما دوره مقدماتی و کلاسیک رو به صورت کامل براتون ایجاد میکنیم و بعد روش و استراتژی مورد نظرتون رو خودتون انتخاب خواهید کرد در خلال آشناییتون با فارکس و مارکت و چارت و بعد میرید به سمتی که مسلماً انشالله دوره و اون سورس مناسب و تخصصی خودتون رو بسته به روحیات خودتون به دست میارید، پیدا میکنید و آموزش لازم رو میبینید. اما همین ابتدا بهتون بگم که اون چه در فضای مجازی در اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب به صورت مختصر و کوتاه در عرض چند ساعت منتشر شده یا چند دقیقه نمیتونه ضامن موفقیت شما باشه و من تصور میکنم حتی میتونه باعث ایجاد یک نگرش و دیدگاه نادرست در ذهن شما بشه، چون بسیاری از افرادی که در فضای مجازی به ارائه و آموزش میپردازن تخصص کافی برای ارائه رو ندارن و در این زمینه تخصص قطعاً ملاکه و برای اینکه من بتونم تجربه و دانش و تخصصم رو به شما منتقل کنم نیازه که تخصص کافی در ارائه و تدریس رو به دست آورده باشم، مارکت رو به خوبی بشناسم، تجربه کافی در مارکت داشته باشم، تخصص کافی داشته باشم، تخصص و دانشم بروز باشه، منقضی شده نباشه، تاریخ گذشته نباشه و از همه مهمتر بتونم این دانش، تجربه و تخصص رو به خوبی منتقل کنم که اون خودش نیاز به یک تخصص داره برای من مدرس، منی که قراره این محتوا رو خدمتتون ارائه کنم. ما در فارکس 3 عنصر مهم داریم که در روند جریان حرکتی قیمت مؤثرن: قیمت، زمان و حجم. 3 عنصری که چارت رو دچار تلرانس میکنن، باعث نوسان میشن در قیمت. عناصری که هر کدوم به تنهایی نیاز به مطالعه دارن، مطالعه تخصصی. در روش‌های معاملاتی در دوره‌ای که پیش رو داریم قطعاً به تک تک این مباحث خواهیم پرداخت که چطور با توجه به قیمت، با در نظر گرفتن حجم معاملات در زمان مناسب بتونیم از بازار سود به دست بیاریم. پلتفرم‌های معاملاتی زیادی در این حوزه ایجاد شده و راه اندازی شده، تعدادش بسیار بسیار زیاده. صدها پلتفرم وجود داره که بروکرهای مختلف تحت اونها خدمات میدن و شما میتونید تحت اون پلتفرم ها معاملات خودتون رو انجام بدید. اما اون چه متداول هست و توصیه میکنم از همین ابتدا یاد بگیرید که ازش استفاده کنید، ابتداعاً پلتفرم تریدینگ ویوه که هم به صورت وب میتونید از محیط سایتش استفاده کنید، هم سافتور و نرم افزار داره که روی سیستم کامپیوترتون نصب بشه و هم میتونید روی دیوایس های همراهتون، رو موبایل هاتون تحت اندرویدش رو داشته باشید. اینکه iOS داره یا نه کمی تردید دارم، اما توصیه میکنم از همین ابتدا سعی کنید ابتداعاً از پلتفرم تریدینگ ویو برای بررسی مارکت استفاده کنید و دوم اینکه از کامپیوتر و لپتاپ برای روند کار استفاده کنید. با موبایل کارتون سخت خواهد بود چون دیدی که نسبت به چارت دارید محدوده، اما شدنیه و خیلی ها رو میشناسم که با موبایل هم به موفقیت رسیدن، یعنی عادت دارن که اصلا با موبایل بازار رو رصد کنن. ما در این دوره آموزشی به صورت کامل درباره کار با پلتفرم های تریدینگ ویو و متا تریدر صحبت خواهیم کرد و بهتون توضیح خواهم داد که چطور و با چه روشی از این پلتفرم ها به درستی استفاده کنید و کم کم میریم به سمتی که وارد این پلتفرم ها میشیم روی چارت و توضیحات لازم رو خدمتتون ارائه خواهم کرد.
ما برای اینکه بتونیم در روند حرکتی قیمت و در جریان حرکتی قیمت از اون تلورانس و نوسان قیمت سود به دست بیاریم، قطعا نیاز داریم که بازار رو تحلیل کنیم، آنالیز کنیم، بررسی کنیم. تحلیل بازارهای مالی عموماً به دو نوع و به دو روش کلی انجام میشه: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. تحلیل تکنیکال روشی از تحلیل که به بررسی روند نوسانات قیمت بر روی نمودار رسیدگی میشه و از طریق بررسی روند حرکتی قیمت بر روی نمودار تحلیل به دست میاد. تکنیکالیست ها یا کسانی که از روش تکنیکال استفاده میکنن و در این زمینه تخصص پیدا میکنن کسایی هستند که با مشاهده و بررسی روند حرکتی چارت، روند حرکتی قیمت بر روی نمودار به یک برآیند ذهنی میرسن و با توجه به روش و استراتژی که ازش استفاده میکنن چارت رو تحلیل میکنن و به وسیله تحلیل و آنالیز چارت تصمیم میگیرن که در یک جهت خاص وارد معامله بشن یا صبر کنن تا در شرایط مناسب بتونن معامله ای رو لحاظ کنن. روش دوم تحلیل فاندامنتال. در این روش اصطلاحاً فاندامنتالیست ها یا کسانی که از روش فاندامنتال استفاده میکنن یا اصطلاحاً بنیادی کسانی هستند که دیگه به نمودارها خیلی توجهی ندارن و معیار تصمیم گیری هاشون نمودارها و روند حرکتی نمودارها و قیمت نیست. اونها به بررسی زوایای دیگه ای از عوامل میپردازن، زوایای بنیادین مثل شاخص ها، روند کار. اگر قرار باشه یک جفت ارز خاص رو معامله کنن، مثلا اگر قرار باشه یورو خرید کنن، لازمه که به اقتصاد ناحیه یورو بپردازن، به بررسی شاخصهای اقتصادی کشورهای ناحیه یورو بپردازن. کشورهای اروپایی که از یورو استفاده میکنن مثل آلمان، هلند، اتریش و خیلی فرانسه و خیلی کشورهای دیگه که در اتحادیه اروپا عضو هستند و ارز اصلی در اون کشورها یورو محسوب میشه. این کشورها این روش معاملاتی و این کسانی که از این روش فاندامنتال استفاده میکنن به جای اینکه به چارت ها رسیدگی کنن و روش تحلیلیشون منوط بشه به بررسی روند حرکتی قیمت در نمودارها، به بررسی شرایط اقتصادی، سخنرانی ها، خبرها و هر آن اتفاقی که در واقعیت در اقتصاد کشورها افتاده میپردازن تا بتونن ارز خاصی رو مبادله کنن، یا اگر بخوان یک سهام یک شرکت رو معامله کنن به صورتهای سود و زیان، شاخصهای مختلف مثل روند کار شرکت به مقایسه اون سوددهی و زیاندهی اون شرکت نسبت به سالهای قبل و فصلهای قبل میپردازن و به نوعی با دید بنیادین به بررسی ترازنامه ها و اتفاقات و اعداد و ارقامی که در این شرکت افتاده سعی میکنن به یک تحلیل و یک نگرش ذهنی برسن که بدونن آیا این شرکت داره روند خوبی رو طی میکنه یا خیر. در حالی که تکنیکال ها یا تکنیکالیست ها به جای اینکه این شاخص ها و اصطلاحاً صورت های مالی رو بررسی کنن، تمام دیدشون رو به روند حرکتی چارت و نمودار معطوف میکنن و طبق اون برای قیمت تصمیم میگیرن. تقریبا گفته میشه که بیش از 80% فعالان بازارهای مالی تکنیکالیستن و از روش تکنیکال استفاده میکنن.
ما در این دوره آموزشی تمرکز بیشترمون بر روی چارت خواهد بود و از روش تحلیل تکنیکال استفاده میکنیم، ولی من سعی میکنم در روند کار شما رو با روش های تحلیل فاندامنتال آشنا کنم تا اگر تصور میکنید که به این حوزه هم علاقه‌مندید بتونید نسبت به تصمیم در روش معاملات و تحلیلتون با نگاه بهتری عمل کنید و بدونید که اصلا فاندامنتال چیه و چطور میشه دید فاندامنتال داشت. در حالی که به نظر من بهترین نگرش ترکیبی از این دو روشه که معمولا خود من اگر بخوام دیدگاه هم رو در مورد یک کارنسی خاص بیان کنم تقریبا چیزی هولوش 80 تا 85% دید تکنیکال سعی میکنم داشته باشم و 10 تا 15% به فاندامنتال اون کارنسی خاص و به اون صورتها و شاخصهای مؤثر بر اون کارنسی یا سهم دقت کنم و خبرها رو رصد کنم و بدونم به طور کلی داره چه اتفاقی میفته که در خلال این آموزش در مورد اینکه چطور اونها رو رصد کنیم، از چه منبعی و با چه روشی اونها رو بررسی کنیم خواهم پرداخت تا شما رو با این روش تحلیلی آشنا کرده باشم. در دیدگاه تکنیکال و در روش تکنیکال یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه و نیازه که بشناسیم شناخت کندل ها و الگوهای کندلیه یا به نوعی میشه گفت رفتار کندل ها. اینکه یک کندل چیه دربارش صحبت خواهم کرد روی چارت، اما در این سطح میتونم بهتون بگم که در روی تصویری که میبینید سمت راست تصویر اجزای تشکیل دهنده یک نمودار رو میبینید، یعنی یک نمودار روند حرکتی قیمت رو به وسیله کندل ها نشون میده. یا تصویر پایین اگر ببینید به صورت خیلی کوچیک‌تر این کندل ها هستند که از کنار هم قرار گرفتن یک نمودار قیمتی رو شکل میدن. حالا اینکه اصلا کندل ها چطور شکل میگیرن بر روی چارت بهتون توضیح خواهم داد، در مورد کندل و فلسفه شکل گیریش صحبت میکنم، اما این رو تا اینجا بدونید که این کندل ها هستند که روند حرکتی قیمت در چارت رو شکل میدن و مهمه که ما انواع کندل ها رو بشناسیم که اصلا کار سختی نیست و در این دوره قطعا به اون خواهیم پرداخت و متوجه خواهید شد که چقدر شناخت کندل ها و دقت کردن به نوع و سایز و مدلی که کندل ها تشکیل میشن میتونه به همون کمک کنه در شناخت جریان حرکتی قیمت و جریان حرکتی نقدینگی در نمودار. تا اینجا با مفاهیم کلی و اصطلاحات به طور کلی اونچه نیاز بود تا اینجای کار آشنا بشید آشنا شدید. قطعا مفاهیم و اصطلاحات بیشتری نیازه تا خدمتتون ارائه بشه و ما در پارت های بعد بهش خواهیم پرداخت و از جلسه بعد به تدریج میریم به سمت کار با پلتفرم های معاملاتی و همچنین شناخت اصطلاحات و مفاهیمی که نیاز در این پلتفرم ها باهاشون آشنا بشیم و بعد از اون به تدریج میریم سراغ مباحث تکنیکال و یادگیری پرایس اکشن یا رفتار حرکتی قیمت در نمودار که اصل جریانه و مطمئنم یکی از بهترین و کاربردی ترین دوره های پرایس اکشن و تکنیکال رو با هم همراه خواهیم بود و من تمام تلاشم رو میکنم تا هر آنچه که نیاز دارید برای دریافت یک دیدگاه و نگرش درست تکنیکالی خدمتتون ارائه کنم و امیدوارم شما هم با وقتی که صرف میکنید و دقتی که انجام میدید و بعد از این با تمرینی که روی چارت انجام میدید این روند رو با بهترین فرایند و با بهترین برآیند کیفی دنبال کنید. پس تا پارت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.